درود. به کانال مشاور جنایت خوش اومدین. شما بیننده و شنونده یه پرونده دیگه از پرونده های جنایی کانال ما هستید. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید با افتخار خوشحال میشم که با زدن دکمه سابسکرایب حمایتم کنید. پس زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای جدیدم رو از دست ندید. در این ویدیو ما به کشف پرونده جنایی عجیب و غریب میپردازیم که توی اون 3 پسر جوان به طرز مرموزی توی محله آروم اقدام به سرقت باتری های خودروی مردم میکنن. آیا این سرقت ها به یه باند سازمان یافته مرتبطه یا نه فقط یه بازی احمقانه است؟ اصلا چرا بهشون میگن خفاش؟ چرا به سرقت باتری رو آوردن؟ چرا نمیرن چیزای دیگر رو بدزدن؟ و اینکه چه عواقبی برای محله و سارقان در انتظاره؟ با ما همراه باشین تا پشت صحنه این جنایت رو کشف کنیم و با مدارک مستند جزئیات این پرونده جنجالی رو بررسی کنیم. در 2 محله سعدآباد و ابوطالب شهر مشهد اتفاقات عجیبی در حال وقوع بود. اهالی محله از چند هفته پیش متوجه یه سری اتفاقاتی داخل محله شده بودن. اونا متوجه سرقت باتری های وسایل الکترونیکیشون شدن. میدونستن که دزدی رخ داده ولی نمیدونستن که با سارق‌های حرفه‌ای و با یک باند سازمان یافته طرفن. فکر یه سرقت کوچیک تبدیل شد به دزدی‌هایی توی سکوت شب. پلیس محلی با دریافت چند تا گزارش مبنی بر سرقت وسایل الکترونیکی تحقیقاتش رو شروع کرد و فهمید که سارق‌ها علاوه بر باتری ماشین‌ها، ریموت کنترل اسباب بازی‌ها، دوچرخه‌ها رو هم به سرقت می‌برده و این پرونده اونجایی جالب شده که اصلا پلیس به خاطر یه سری صدمه‌ای که به اموال عمومی بیشتر وارد شد پی این موضوع رو گرفت، چون که چند تا از وسایل الکترونیک سطح شهرم دستبرد خورده بود. گزارش سرقت باتری خودروهای مدل پایین به ویژه پراید باعث شد که نیروی انتظامی دستور به شناسایی و دستگیری عوامل سرقت بده. بنا به دستور سرهنگ اکبر آقابیگی، گروه‌های زبده‌ای از نیروهای گشت و تجسس کلانتری‌ها وارد عمل شدند و با توجه به تجزیه تحلیل‌ها، محل ارتکاب جرم، ساعت دستبرد، مشخص شد که پلیس با یک باند حرفه‌ای طرفه. چرا میگیم حرفه‌ای؟ چون که محل سرقت رو بغل گوش پلیس و در حوزه استحفاظی کلانتری شفا و شب هنگام انتخاب کرده بوده. از طرف دیگه مطالعه پرونده نشون میده که سارق‌ها از ساعات اولیه بامداد شروع به سرقت میکردن و تقریبا در طی 2 الی 3 ساعت بیش از 10 خودرو رو قطع اتصال برق میکردن، باتری هاشو میدزدیدن. حالا اگرم مثلا بشه ماشینم بدزدن که اونم میدزدیدن. به همین علت عملیات کمین شبانه با سرپرستی سرهنگ ناصر نوروزی رئیس کلانتری شفا آغاز میشه و در نهایت هم در 4 بامداد پنجشنبه شب این 3 نفر دستگیر میشن. بشنویم ماجرای شب دستگیری رو. در حالی که گروه‌های ویژه انتظامی در حال گشت‌زنی پوششی در بولوار عبدالمطلب بودند، متوجه رفتار عجیب 3 سرنشین یک ماشین پراید مدل پایین شدند که یکیشون سرش تو کاپوت بوده، یعنی مثلا یه حالتی داشته که با قفل بازی میکرده، سیم دستش بوده، تلاش میکرده برای اینکه بازش بکنه. یکی قیچی دستش گرفته بوده برای قطع اتصال برق، یکی حالت پاییدن داشته که ببینه
آیا مثلا پلیس میاد نمیاد، از هم محلهی ها کسی میاد نمیاد. نیروهای گشت سعی کردن که آروم آروم به این سرنشینا نزدیک بشن که توی یک لحظه یکیشون شروع به فریاد زدن میکنه که مامورا اومدن و فرار کنین. بلافاصله سارقین سوار همون ماشین پراید میشن و فرار میکنن. توی کوچه پس کوچه های بلوار عبدالمطلب طبق بررسی دوربین ها با سرعت سرسام آور میرفتن که در نهایت با تعقیب و گریز پلیس توی یکی از خیابون های اطراف محاصره و دستگیر میشه. رئیس پلیس مشهد اعضای این باند رو با لقب خفاش‌های باتریدوز معرفی کرد و توی مصاحبهش با روزنامه‌نگاران ایران گفت که 2 نفر از اعضای باند 48 و 60 ساله بودند که از متهمان سابقه دار و حرفه‌ای کشورمون بودند. بررسی مقدماتی نشون میده که متهم‌ها اول کار با یه دستگاه پژو 206 از مخفیگاهشون خارج می شدن و پس از اینکه توی کوی امیرالمومنین مشهد خودرو رو پارک می کردن چندین دستگاه ماشین مدل پایین رو سرقت می کردن. مقام ارشد انتظامی مشهد هم میگه که نفر سوم باند 16 سال داشته و فرزند یکی از اعضای باند بوده که با تصمیم قاضی و با توجه به اینکه زیر 18 سال داشته به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده. و 2 اعضای دیگه با توجه به اینکه قیچی کابل بری و قیچی قطع اتصال برق توی بازرسی از خودروشون پیدا شده و متهم به سرقت 11 خودرو و 11 باتری ماشین شدن محکوم به حبس تعزیری هستند که نهایتاً 3 یا 4 سال به زندان برن. ولی حکم مشخصی براشون در نظر گرفته نشده. اگرم که حکم در نظر گرفته شده مراجع دادگستری اطلاعاتش رو توی فضای مجازی منتشر نکردن. در مورد مال باختگانم طبق تحقیقات و گفته فرمانده نیروی انتظامی مشهد 7 نفر از مال باختگان بهشون وسایلشون رد مال شده، یعنی اموالشون پیدا شده و بهشون هم پس داده شده و بقیه افرادم توی صف انتظار باید باشن تا اعضای باند مورد بازجویی قرار بگیرن و تعیین کنن بگن که بقیه باتریا کجاست تا به اونها رد مال انجام بشه. اگر که شما یه تجربه مشابه چنین پرونده‌ای داشتین حتما با به اشتراک بذارین. خیلی خیلی ممنونم. تا ویدیوی بعدی مراقب اموالتون باشین. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. اگر به این گونه پرونده ها علاقه‌مند هستین با افتخار خوشحال میشم که قسمت های قبلی رو هم مشاهده کنین. هر انتقادی هم که باشه با جون و دل میپذیرم. برای حمایت از من هم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ارادتمند شما، مشاور جنایت.